خب من اومدم، خیلی خوش اومدم به یوتیوب. من پینار ناجی هستم. فکر کنم سورپرایزتون کردم. آره واسه من سورپرایز، یعنی واسه من سورپرایز نیست، واسه شما خواستم که یک سورپرایزی بشه، ببینیم که چیکارا میتونیم با هم دیگه بکنیم. این کانالو به این خاطر زدم که راجع به معماری، هوش مصنوعی و همینطور ترکیب معماری و هوش مصنوعی با هم دیگه چجوری میشه و این AIایی که تازه اومدن با اونا چجوری درست کار بکنیم که به نتیجه مطلوب خودمون برسیم. و همینطور خیلی‌ها که نمیدونم، من مدرس زبان هم هستم. با ویدیوهای بعد راجع به انگلیسی، یعنی تدریس انگلیسی قراره بکنم. ما رو میریزی تو ماستا و با من همراه باشه. امروز راجع به مهندسی معماری و پرامپت ها قراره صحبت بکنیم که گفتم برای اینکه بخوایم به اون نتیجه مطلوبتون که برسین، باید مهندسی پرامپت رو خیلی خوب بلد باشین، ببینین که چجوری باید بنویسین اینا رو، یا باید بدونین که اون چیزی که میخواین چه جزئیاتی داشته باشه. یعنی باید اونقدر تجسمتون بالا باشه که اونو بتونید تجسم بکنید و اون چیزایی که دارین میبینین رو خب اونا رو بتونید بنویسین توی پرامپتتون. و همینطور اون دیتیل هایی که هستش، یا مثلا اندازه ها یا مثلا کیفیت عکس، راجع به اونا قراره صحبت بکنیم. حالا لپتاپ دست منه که قراره با هم دیگه توی اسکرین بهتون نشون بدم که چجوری قراره اینا رو بنویسیم. یعنی من آماده کردم و قراره بهتون نشون بدم که خروجیاشون چجوری بوده. و پرامپت ها رو هم که توی یک PDF، یعنی توی نوشن بهتون نوشتم، از اونجا هم میتونین بردارین، همراه با عکس هایی که گذاشتم واسهتون، از اونجا هم میتونید ببینین و ببینین که کدوم پرامپت به دردتون میخوره و ازش استفاده بکنین. الان بپرسین که خب این چیه؟ خروجی گرفتم بر اساس اون پرامپتی که نوشتم. این هم که میتونین ببینین ترکیب معماری ایرانی سنتی و بروتالیسم تقریبا هستش. معماری سبز رو حفظ بکنیم، از پنل های خورشیدی هم استفاده شده. اینا رو دقیقاً دونه به دونه توی پرامپت باید بنویسیم. و اینم بگم در توانتون هستش اکانت گوگل جمنای پرو رو خریداری بکنید، چون که خیلی دقیق هستش. یعنی شما هر چیزی که بخواین رو واسهتون خروجی میگیره و کلا اون خروجی، تعداد خروجی هایی که دارین بیشتر میشه. روی دیتیل ها خیلی فوکوس میکنه که شما بهترین نتیجه رو بگیرین ازش. یا اگه هم دوست نداشتین دوباره میتونین تغییرش بدین، اصلا فرقی نمیکنه، ولی خیلی خوبه واقعا. این بازی نکن. اوکی. حالا اینجا که میبینین من اینجا واسهتون یک PDF گذاشتم که یعنی خودم نوشتم واسهتون. اولین پرامپت، یعنی از پرامپت پایه قراره با هم دیگه شروع بکنیم. این پرامپت پایه و ساده برای شروع طراحی معماری هستش. خب و میتونید از اونها به عنوان یک نقطه آغاز استفاده بکنید و مطابق به نیازهای خود اون رو تغییر بدین. یعنی این یک چیز سلیقه‌ای هستش. این سلیقه من بود که خواستم واسهتون مثال بزنم و شخصی سازی بکنید. اینجا هم که میبینید این عکس رو که الان یکم پیش بهتون نشون دادم، اینجا که میبینید بالای عکس من یک پرامپتی که نوشتم و این خروجی رو به من داده. حالا بعدش هم قراره توی جمینای بهتون نشون بدم که چه جوری شده. چند تا بهم نمونه داد و اونا رو چه جوری تغییر دادم. خیلی از ویژگی‌های جمینای رو قراره بهتون اونجا، یعنی پروش رو اونجا بهتون نشون بدم. خب مثلا اینجا من توی پرامپت هم نوشتم که a modern home in Tehran designed in the minimalist style of Norman Foster. از استایل نورمن فاستر الهام گرفتم و خواستم که یک خونه‌ای تجسم بکنه توی تهران، در قلب تهران در نظر بگیره که با طراحی‌های نورمن فاستر طراحی شده. و من توی این پرامپت یک چیزی رو هم ترکیب کردم. نه تنها نورمن فاستر رو نوشتم و یک معمار ایرانی رو هم ترکیب کردم باهاش که دقیقاً طراحی نورمن فاستر و این معمار ایرانی که داریم با هم دیگه میکس بشن چجوری میشن. واسهتون میخونم. بعدش هم featuring concrete، گفتن که بتون باشه توش، light and natural elements، نور باشه و المنت های طبیعی باشه، مثلا درخت و چمن و سرسبز باشه دیگه، یا حتی کوه
همینجوری اینا natural element هستن. and the design blend contemporary دیزاینمون میکسی از contemporary atheistic with traditional Persian influences ترکیب contemporary و نفوذهای سنتی ایرانی باشه. ببینید اینجا این دیوارهایی که هستش اینا دقیقاً همون traditional Persian دیزاین رو به ما نشون میده. نورمن فاستر رو در نظر گرفته، لایت رو در نظر گرفته، همینطور تان و natural elements. دلت نخواد. و this project ادامهش رو میخونم. This project focuses on sustainability همون گفتم معماری سبز پایدار که هسته، solar system که بهش میگیم از اونها استفاده شده، یعنی گفتم که استفاده بکن، energy efficiency and the seamless connection between indoor and outdoor spaces و یک کانکشن و ارتباط راهی بین فضاهای داخلی و فضای بیرونی داشته باشه، یعنی با همدیگه میکس بشن. خب یعنی انگار مشخص هستش ولی یک ترکیبی هستش که خیلی خونگرم. دیزاین بای آرکیتکت رضا مقدم. گفتم اینجا هم که با معمار ایرانیمون که یکم سنتی بشه از دیزاین هایی که داره از اون بتونیم استفاده بکنیم. شما خواستین میتونید هر معماری که در نظر دارین رو عوض بکنید. مثلا من اینجا نورمن فاستر رو که نوشتم، شما میتونید انواع اقسام اون معمارهایی که دلتون میخواد رو طرح خودتون رو به جمینای آپلود بکنید و بعدش هم اون معماری که توی مثلا من نورمن فاستر نوشتم شما مثلا سانتیاگو کالاترابو بنویسید. بر اساس اون طرحهایی که معمار معروف داره به شما اون دیزاین رو ترکیب میکنه و به شما خروجی میده. اینجا هم که آرکیتکت رضا مقدم که نوشتم، اگه میخواین که ایرانی باشه چون که من گفتم ترکیب ایرانی باشه، خب به خاطر همین شما میتونین دیزاین بای آرکیتکت رضا مقدم رو خواستین پاک کنین. واسین نشون بدم بهتون. دیزاین بای آرکیتکت رضا مقدم و traditional Persian influences رو هم اینجا پاک کنید که اگه نخواستین هم مشکلی نیستش. و دقیقاً این پرامپت رو بدین به جمینای، دقیقاً همون عکسی رو واسهتون میاره که من خروجی گرفتم. البته شاید هم یکم این ور اونور بشه، من نمیگم که نمیشه، ولی شما باید هی اونقدر که خروجی بگیرین، هی انجام بدین، هی پرامپت بنویسین که اون نتیجه که میخواین برسین. خب من این پرامپت رو نوشتم و به این نتیجه رسیدم و پرامپتی که بهتون نشون دادم یک نسخه کوتاهی رو هم واسهتون نوشتم که اون خیلی دیتیل داشت، یعنی شما میتونین هی دیتیل اضافه بکنین بهش، ولی ما خواستیم که مثلا یک پرامپت 2 سطری باشه. اون وقت چه جوری میشه؟ درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. دقیقاً همین این پرامپت کوتاهی که نوشتم اینو اگه بنویسین بدون اینکه چیزی یا عکسی آپلود بکنیم بهش، همین رو بهمون میده. A modern home in Tehran designed in the minimalist style of Norman Foster blending concrete, light and Persian influences. The project focuses on sustainability and energy efficiency. Designed by architect رضا مقدم. دقیقاً همین هستش، فقط لایت و مثلا بلندینگ کانتمپوری و اینا رو نچرال المنت ها رو کلا پاک کرده و دقیقاً کوتاه‌ترش کرده دیگه. و اینم بگم اگه شما دارین راجع به یک پروژه‌ای توی جمینای ازش خروجی میگیرین و مثلا عکسی آپلود کردین یا اصلا آپلود نکردین، فرقی نمیکنه چه بکنین چه نکنین، راجع به همون موضوع دارین صحبت میکنین، خود جمینای میفهمه که شما دارین همون چیزی رو میگین که از اول دارین راجبش خروجی هی میگیرین و هی میگه که اوکی من دارم راجع به این تولید میکنم و اینجوری ادامه میده، مگر اینکه شما یک عکس دیگه متفاوتی بهش آپلود کنین و پرامپتتون هم همینطور تغییر بکنه. که میبینین توی اسکرین من دقیقاً این پرامپت که نوشتم generate a high resolution 4K architectural rendering of villa house. بچه باید شما مشخص بکنین که کاربری اون عکسی که دارین چی هستش، مثلا خونه هستش، ویلا هستش یا کافه هستش یا جای تجاری هستش. اونو باید مشخص بکنین که جمینای بهتر بهتون خروجی بده. و من چرا اینجا های رزولوشن اول گفتم؟ چون که مهمه واسمون، چون که میخوایم کیفیت عکسمون خیلی با کیفیت باشه. هر چیزی که بچه‌ها توی پرامپت در اول بنویسین، جمینای این خصوصیاتو داره که هر چیزایی که اول مینویسین خیلی مهم‌تره واسش، چون که میفهمه که شما اولویت گذاشتین اینا رو، به خاطر همین اونا رو بیشتر در نظر میگیره. مثلا emphasizing both the aesthetic details and functional use of the space, focus on realistic materials such as concrete, wood, glass and steel with attention to texture and finishes, incorporate advanced lighting techniques reflecting the time of day, environmental condition while ensuring seamless. و همینطور که اینجا هم که میبینین من یه چند تا چیز کوچولو هم اضافه کردم
اینم میذارم توی پرامپتتون، یعنی اون PDF که هستش و اینجا بهش که گفتم در نور روز باشه، 4K باشه. من توی پرامپت قبلی که نوشته بودم و بهتون نشون دادم اونجا 4K چیزی ننوشته بودم، ولی اینجا خواستم که کیفیتش بهتر بشه. حالا من بازش کنم با هم دیگه ببینیم. ببینید کیفیتش دقیقاً یعنی واقعاً قشنگتر شده. نورش تقریبا مثلا بعد از ظهری شده، روشن‌تر شده و می‌بینید من چیز خاصی هم ننوشتم که مثلا بخواد تغییر بده. همون چیزهایی که گفتم رو روش اعمال کرده و عکسش رو هم آپلود کردم. البته شما اگه بخواین یک پرامپت خیلی ساده پایه بنویسین، یعنی تک خطی بنویسین، اونایی که من نشون دادم بهتون 2 خطی یا 1 پاراگراف بودن، اینجوری می‌نویسین The Modern Villa. اول مشخص می‌کنین که کاربریتون چی هستش، بعدش هم لوکیشن رو مشخص می‌کنین The Modern Villa in Tehran. اسمای خاص رو بچه‌ها اول رو حتما بزرگ بنویسین. اسم شهرها یا اسم اشخاص رو با حروف بزرگ بنویسین. A modern villa in Tehran designed by که بنویسیم به نظرتون؟ من که میگم هادی تهرانی. Designed by هادی تهرانی. Architecture style.